از مرحله سوم چند روزی استراحت کنی؟ ما فقط 2 روز وقت داریم. نه من خوبم. ادامه بدی؟ هر جور میل خودته. آخرین آزمون تو ملکه شیاطین کوه اسکلت شیجیه. یکی فوراً میخواد استاد تایو ببینه. به ما کمک کنه. آره درباره چند تاین پاسه. بدبخت شده. آروم باش. امید خودتو از دست نده. همین که کارم تموم شد خبر رو شنیدم. کی تونست همچین کار وحشتناکی انجام بده؟ سلام استاد. محافظا گفتن بهشون یه ضربه خیلی محکم خورد و اونا بیهوش شدن. وقتی هم که به هوش اومدن همه مردم چنتاین پاس کشته شده بودن. ما هنوز دارو رو پیدا نکردیم. پس چرا این کارو کردن؟ تایی؟ بله. مشکلی پیش اومده؟ نه داشتم فکر میکردم این همه مواد مذاب از کجا اومده. راست میگه. تا کیلومترهایش کوه آتش فشانی نیست. مواد مذاب از کجا اومده؟ بیاین اینجا رو ببینیم. این دیگه چجور شیطانیه؟ استاد این پنجه اژدهاست. غیر ممکنه. اژدهایان در اعماق دریای شرقی زنجیر شدن. هیچ کس نمیتونه از اونجا بیرون بیان. من مطمئنم. اما استاد تا جایی که من یادمه ملکه دریای غربی آوران یه پنجه خیلی خاص داره که بهش میگن پنجه باز کننده ی آسمان. یعنی واسه اومدن به چنتاین پاس از پنجهش استفاده کردن. دلیل این مواد مذاب همینه. به نظر من اینو از یه راه دور آوردن اینجا. غیر ممکنه. ملکه دریای غرب تو اعماق دریا زندانیه. پس با این تفاصیل